شرط این که روح امان باشد و با گروه حاجی ها باشد. در مذهب امام شافعی هم هست، در مذهب امام مالک هم هست و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است به شرط اینکه راه 3 روزه باشد. یعنی از 3 روز زیاد نباشد که حاضر راه چه خیلی میدونیم سفر به حج از طریقه هواپیما اصلا به 3 روز نمی رود. یعنی حج فرضی علل خصوص عمره و حج فرضی در نزد جمهور علما مادامی که زن رفق صالح یا همسفران امین دارد، همسفران باورناک دارد، باکی نیست. و حضرت عایشه و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هست که بعد از مرگ پیامبر در زمان خلافت حضرت عمر همراه عبدالرحمن ابن عوف باز بار با همراه عمر حضرت عثمان و حج فرضی میبرند، اگرچه در نزدشان دیگر محرم نبود. و این چنین عبدالله ابن عمر بعضی از کنیزهایشان هم به حج فرضی میرفتن. یعنی